افراد قبیله بیرو هموطنای ما هستن که باید ازشون محافظت کنیم. پدرم ژنرال هموسا همیشه میگفت اگه نتونی از مردمی که بهت نزدیکن محافظت کنی، هدف والا نابود میشه. ما الان داریم اولین قدم رو برای رسیدن به هدف والا و اتحاد مردم برمیداریم. اما برای رسیدن به هدف والا و آوردن مردم زیر یک پرچم نباید خون برادران خودمونو بریزیم. اگه دست خداوند با ما باشه هیچ اتفاقی برای من نمیفته. اگه اتفاقی برای فرمانده بیفته تمام زحماتی که کشیده شده به کلی از بین میره. یعنی بهشون صدمه نمیرسه. منم خیلی نگران سلامتی فرمانده جمهوری هستم، چون میدونم سونگینگ چقدر پلیده. اما از طرف دیگه به فرمانده هم اعتماد دارم و میدونم بالاخره سونگینگ رو به طرف خودمون میاره. چیه؟ میترسی؟ از چی میترسی؟ اگه اونطور که ادعا میکنی خداوند همراه تو باشه، پس باید با شجاعت یکی رو انتخاب کنی. اگه بتونی درست انتخاب کنی، منم بدون هیچ شرطی تسلیم تو میشم.